بسم الله الرحمن الرحیم. میگویند چرا ماتم و گریه و اشک را در بین مردم رواج میدهید؟ این ماتم و اشک برای ماتم و اشک نیست، برای ارزش هاست. اون چه پشت سر این عزاداری ها، بر سر و سینه زدن ها، اشک ریختن ها وجود دارد، عزیزترین چیزهایی است که در گنجینه بشریت ممکنه وجود داشته باشه. و همون ارزش های معنوی الهی است. اینا رو میخوان نگه دارن که حسین ابن علی مظهر این ارزش ها بود. و ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون رو الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد. لذاست که ما در انقلاب اسلامی، در نظام جمهوری اسلامی، از صدر تا ذیل همه مردم، مسئولین، بزرگان، شخص امام بزرگوار ما بر روی مسئله امام حسین و مسئله عاشورا و عزاداری، همین عزاداری های مردمی تکیه کردند و جا دارد. این عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد.